خاکزار کنی آخه سادی زنده باشی چند کسی درستی که همین کمه کونتا نمیوم اینا هر چی که همین روز نصیبی دیدار بودن یک پیاله چای گیریم گفتم یک جویان جوی زور بودن سالخی نکه اکا برای خود دکه سکس کردم خوش آمده بعد از 2 مینوت مثلا خود شما تیار بشه خوش آمده رحمت دفع رحمت خواهر جون تست کنه که ما وقت داریم ما شفیور ده شفیور مال اکا جون بازید مال دیگه چی گپ خبر نوا که کورو چی خیلی که کورو خیر روز دیگه همین روزای اخیر همین خانه تو 17 نفر نشوا خونه میبرن اکا شما همون ماشکه عادت کردگی ها تو 17 نفر اکا یا چی پرسون روز باشه همین فهمیدم که آینگه جدا شده حق زندگی پاسی بلندی داره هو جدا شدم نه که فرزندو خودم دمون خانه او در کی دموند خانه در همون زنک دمون پولو چی پولها پولو ادوکات دمون ای زلف پریشان تو مگر شانه نداری ای مردکی بیکار تو مگر خانه نداری ای مردکی بیکار تو مگر کار نداری ای زنکی زخاک تو مگر تو خود نداری ای زنکی زخاک تو مگر تو خود نداری طاقت دارو ما دلم نمیگیره قرار ای وعده های دادگید مشدم بزار ای وعده های دادگید مشدم بزار در تختقه آه بزنم من برام ببینم که کیه سلام علیکم سلام علیکم بیو سلام جان سلامتی خوبه همه نظر بیو بودرو نه میرم باور کن همین ای کوفته تا بزرگ شده می یا جدا میسی و نمیسی هم تا ای کوارتیره با او کوارتیره ای کوارتیره با او کوارتیره واخی سونا جان همه آدمی کوارتیران بودن دا نه یا خونه دو یا مدو مون میشینه کی صاحب کوارتیر میسور بگنده بود دیگه جو هم خیلی گشت نمیخوی میسی با کوارتیره زندگی کده اخی اما سومی جمع کدگی فقط در کوارتیره تو در آن راه پولی بپره اخی واخی سونا جان چیکار کنم که واخی خونه ندارم چیکار کنم او گفتم دی که وعدم کردن اخی خونه میتن با میدی همه شدیم که کوارتیر با کوارتیر پیر شده گشتیم کوارتیر با کوارتیر سادی جان یکی گفتن نمیشوه همه آدمای وعده کردگیت یا تایی بودن تا یاد دوم بشوه با تو دوم چیکار میکنی؟ او دوم چیکار میکنم؟ میفروشم خانه میخرم ای عاشق دل باخت سراسی من نشم علی بر وقت تای در پای بوسه نشم ای عاشق دل باخت سراسی من نشم علی بر وقت تای در پای بوسه نشم ای گبدانیت شیرین نکو دلیابی آخر دلکی ساده ای من نیابی ای گبدانیت شیرین نکو دلیابی آخر دلکی ساده ای من میابی بازی دمودو میبرم من از توی نشم پایم فرود آی چی با این روز کستیوم بروک تو نپوشیدین؟ این روز خودمان توی داریم کو آرام شو جان که فرس نکن اوزی من همشه ترا میفهمونم که چی گپ شده فهمیدی مرا او چیرا میفهمونه چیرا ما уже سیم باره که ایتالاری عروسی فرشته میرم فات از اکاس میگم که شما مرا توی میکنه میگیره میبره گیره نکر گلخمار جان سطحه اشکال شوم گلخمار مرا بفهم اوزی من ترا همشه میفهمم چی گپ شده تو وقتی گیره میکنی راستی که باید تونل سیم میره همش نمیشه میدونی چی گپ شده گلخمار روسیگا با می پلی آشینه ها رو برنج راوغان پلی پور پلی روسیگا ماشین زاکس اینا ای دبال کلانتا پلی حافظو رو همه رو اتام 20,000 سومون جمع کردن گرفته بلد گرفته راسیه رفته اینا بیاد بود یا دبالی خوری خطی خیا دبال خطی اومدم
گفتم با تو هم پدادی نشوی گفته خیلی یا اومدیم در پیش همسایه‌تون نکیم زیغ نشه گلخمار انیک متره میگیریم یا بالا کدا برای هوای اوتام گفت که بعدی 5 ماه 6 ماه پس پول روی میکنم تا اما پول روی میکنم یکیم لیباسوت نبرو همین خیبه ده همون سالن همین خیبه خدا خود بعدی 5 ماه هیچ گام نداره همین خیمه سی رنگی رو مثلا کوخی کلو بره مانی کیشا اومد همین خیبه سر همین میکنیم توی میکنیم همش نقض میشه همه مرا فریب میکنن بو کی فریب کدای ترا اینمی اوچا 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 چی ده فریب کرد وقتی که من مایدک بودم خواهیم اگه اوقا مایدک هم نبودم خیلی رگردونک بودم میفهمیدم عقل میگرفته اوچا ما گفتم که امی گودک چی پیدا میشوه اوچا هم گفت که خواهیم گودک تخم پیدا میشوه ای با من گفتم چی خیلی تخم با گفته که امی تخم دو بلک میشوه دروش گودک میبروه ایدوری تخم انا ما هازی کلان شدم من نفهمیدم که گودک دیگه چی پیدا میشده ای با فهمیدی که گودک جو پیدا میشده هو نفهمیدم که گودک اینترنت کچاد میکدیم السلام علیکم یامده جان سوزه نازی یامده جان سلامتون سوزه کارتون خوب بچه ها سوزن این جوره ما دلشاد کو دلشاد؟ دلشاد نیستای؟ نیستن؟ چه یامده شما ما زن زمان مسئولیت کردیم که ساعت 8 تا تاکی دوم جمع بشیم که شش لخری میریم این ساعت 10 لخری یامده میگه دلشاد نیست من چه بفهمم آخه نیستای گفتم نیستای دلشاد؟ همین دلشاد ایده‌های دانشجویان فقط خواب بودن 24 ساعت خواب میرفتن هر دفعه میگفتی خواب آیا من فکرم دروغ میگن دروغ یک روز من خونش بسته ماشینیک کداچی تو کی زنی ما کو ما ایگجو میدونم زنی تو کو تو دی شاو کتی مو چی مسئله کرده بودی چی مسئله چه مسئله کرده بودی او شاو زنگ زدی بچه‌ها کتی صحبت کردیم کانفرنس کردیم که ساعت 8 ساعت تا 2 میتونه جمع میشیم که ششلی خری میریم اینا ساعت 10 ساعت شد تو فخس کرده خوی تو چه آدم رو احمق کردستی بچه‌ها دا تکی دوم جمع شده که تمام برو بچه‌ها رو بگو تمام کارش می بچه‌ها رو بگو برو بودم برام بچه‌ها رو گوش داد کنه هوز لیشون میویا نه برو بچه‌ها رو بگو که ما خواب میرم